خب سلام دوستان عزیز، تماشابینان عزیزی شبکه تاجفر و ما صحبتمان رو با قاری محمد ادامه میدهیم. قاری محمد امام خطیب مسجدی به نام امام ابو حنیفه شهر بروکلین هستند در نیویورک و تشکر زیاد برای صحبت. موضوعی که امروز انتخاب کردیم این است که نگاه داشتن نکاح برای مهاجران با همسرانشان که در وطن هستند چگونه باید صورت گیرد. خب طبیعی است که مهاجرت وقت میگیرد و مهاجران بعضا بخصوص وقتی که به امریکا بیایند به اروپا روند، اونا نمیتوانند مثل مهاجران روسیه هر زمان به وطن برگردند. یعنی یک زمان طلب میکند که عائله ها به هم پیوند شوند یا اینکه به دیدار همدیگر رسند و این وقت کمش 3 سال تا حتی 8 سال و 10 سال هم ادامه میکند. خب به فکر شما در همین مدت وظیفه گویم که شوهر نسبت به زنش و همسرش و بچه هاش چی است و آیا نکاح آنها در کدام حالت نگاه داشته می شود؟ خب پیش از همه اول با شما و بیننده عزیز سلام میگم. امیدوارم که سلامت باشین. اما بعد بله، در نسبت در عائله داری زن مرد نسبت همدیگر حق و حقوق بسیار بلندی دارند. این مسئله بسیار مهم حیاتی است در عائله است. خب اما کسانی که مهاجرت هستند هجرت میکنند به اون کشورهای دور که امکان ندارند که بگردند به سوی وطن نزدی همسرانشون، فرزندانشون، پدر مادرشون به زودی امکان ندارند. مثلا اونها باید همیشه با عائله هاشون، همسرانشون باید در ارتباط باشند. در ارتباط یعنی صحبت کنند، تلفن کنند، زنگ بزنند، همیشه یادم بکنند. دیگه اینجا معلوم است که پشت این است که مهاجر کار میکنند در باید حق و خوش روی کنند همیشه، چون که نفقه فرض است بر عهده شوهر فرض است، پدر فرض است باید نگاه کنند. مقصد همیشه باید پیگیری اهل عائله‌اش باشند، سوم پول مخرج باید همیشه روی بکنند. در اصل این خیلی است که باید هر جا که رفت تا 6 ماه شوهر باید برگردد نزدیک همسرش برود، چون که در زمان اصحاب پیغمبر خدا در زمان خلیفت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه مردم از هر طرف می رفتن محافظت میکردن برای خدا، مثلا جهاد میکشیدن، جهاد میکردن. حضرت عمر فاروق یک خصلت داشتن که شبها در کوچه های مدینه منوره سیر میگشت، نگاه میکرد که مبادا کسی در ناموس کسی تجاوز کنه یا که دزدی کنه و شب خواب نمیکرد، یعنی که دور میزد، پاسبانی میکرد. بله، یک شب میگذره که از یک خانه یک صدای زنی با گوشی مبارک از عمر فاروق رسید و اون معنیش مفهومش این بود که مثلا که خدایا اگر ترسی تو نمی بود، مثلا من از تو نمی ترسیدم، امشب پایه های مثلا که کراوات من تخت خوابی من می جنبید مثل اون پایه های اون کسانی که اون زنهایی که شوهر دارن امشب می جنبند. مقصدش که اگر که خدای ترسی تو نمی بود، مثلا من دیگر دست بر زینا میزد. این کلمه بد نمیخواستم بگم، چون این کار با جای خودش کلمه‌اش هم بده، چون که حضرت یوسف علیه السلام وقتی دعا میکند، یوسف علیه السلام ما میدونیم که عجیب زیبا تعریف داشتن، خوشم عجیب زیبایی بودن. وقتی که از خداوند دعا میکردن میگفت که پروردگارا خدای من را از اون کاری که زنها دعوت میکنه به اون کار محافظت، یعنی که زینا نمیگفت، یعنی کاری بد، از کاری بد. خب گویم که اون زن میگفت که اگر کی ترسی تو نمیبود من با کاری بد دست میزدم. وقتی که حضرت عمر فاروق این سخنان را شنوید، اون که خلیفه مؤمنان بود،
اون مسئولی داشت مسئولیت در عهدش بود ترسید از این کار که روزی قیامت گرفتار میشه پیش خداوند ترسید جاش سیخ همون سیخ ماند از فرق عجیب مرد بزرگ بودن در فکر افتادن که چه خیلی بکنم این کار انا چه کنم حل بکنم این مشکلات چون که این زن شوهرش در مسافرت در جهاد رفته بود در راه خدا مبارزه میکردن دفاع از اسلام میکردن خب بعد حضرت عمر فاروق جستجو کردن فهمیدن که انا زن تا یک 4 ماه میتونه خودداری بکنه بعد از 4 ماه اون طرف که شد زیادتر که شد عذاب میکشه رنج میبره یعنی سخت میشه فشار بالاش میاد آسونی نمیشه بنابر همین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتوا صادر کرده هر کسانی که در خارج از کشور هستند نزد اولش نزد کسانی در جهاد هستند یعنی که 4 ماه اونجا بیستن بعد 4 ماه بر بگردن نزد زن و فرزندش بر بگردن بیان یعنی 1 ماه در راه 1 ماه کلا 6 ماه اما مهاجرا که این طرف ها میان فهمو است که مقصد این طریق شرایط ندارن که بر بگردن خلاصه تا حد که امکان هستن بر بگردن وقتی نمیتونن انا رفتار و کردار خوبه نسبت همسراش فراموش نکنن انا با زبانی خوش با زبانی که صحبت بیشتر گفتیم بله انا پول ارائه کنن که حقش به جا بیارن تا حد که امکان هستن همونجا که امکان میافتن روان پیش یا که همسراش بیاید این یک اویله چیزی که باید زن و مرد هر دوشون باید یک جای باید باشن خب اگر مثلا گویم که از 6 ماه زیاد اونا از همدیگر جدا زندگی کردن وقتی که وو خوردن اونا باید از نو نکاح کنن یا اینکه نه اونها نکاح از نو نمیکنن یعنی که نکاح فاسد نمیشن 1 سال 2 سال 5 سال 6 سال این نکاح فاسد نمیشن چون اصلا هدف نکاح هم این همون پیشگیری از زوروری و خشونت است یعنی که جانب ها راضیگی همزیستی خودشان در قبال شاهدا ابراز می‌دارند و همچنین مسئولیت زندگی همدیگر را به دوش میگیرند یعنی مردم میفهمند و فکرم نکاح هم خدا به آن آفریده است که ظلم نشود ستم نشود تجاوز نشود و یک کس از که نیروی خود استفاده کرده سوء استفاده کرده یک مظلوم برای خودش مطیع نکنه یعنی نکاح بریده نمیشه نکاح بریده نمیشه مثلا تا زمان انسان خدای نخواسته کلمه طلاق اگر به زبان نگه مثلا که از اینکه جدایی هستن سالهای سال طولانی نکاح بریده فصل نمیشه مطیع نمیشه اما اون خیلی که شما برای اویلادار رو گفتیم بله یکی از سببهاش این است که نشر انسان ادامه فرزند و دیگرش که از فحش و از بد اخلاقی در جامعه به صورت می‌دهد یعنی که محافظت پیشگیری شود خب اگر که مثلا زن و شوهر از همدیگر 3 سال و 4 سال جدا زندگی میکنند و البته اونا آدمان دیگر میشوند یعنی از نگاه خصلت و خاراکتر اونا شخصایی گویم که در همین وقت باز کاری خودش میکند نقش خودش اجرا میکند اونا شخصای کاملا دیگر میشوند و اگر مبادا زن خواهد که اویلش یعنی که به هم زند جدا شود همین دور بودن به زن حقوق میدهد که خودش مثلا به مفتیات رود یا اینکه تقاضا کند که او جدا شود یعنی همین یا اینکه فقط جدا شدن به دستی مرد است یعنی که زن به راهی بد نرود و چون نه همه وقت اون یعنی که این استریوتیپ است که زن وقتی شوهرش نباشد و حتما به راهی بد میرود شخصانی هستند که اونا میخواهند که از روی گویم که قاعده عمل کنند خب اگر که 10 سال از مرد نبیاید با کدام راه مثلا زن میتواند که زندگیش ادامه دهد و خب از گناه نکند خیلی اینجا چند صورت داره وقتی که میروند بعضی ها در حق زناشون ظلم میکنند یا از همین جشت دشنا میکنند پول نمیفرستند مقصد که حق زن به جا نمیارند وقتی که حق به جا زن به جا نآوردی انسان این ظلم ستم میشه ظلم ستم حرام است و انسان از ظلم ستم خوشبختی نمیرسد
ظلم ستم بسیار چیزی بعد است که کمال انسان میشکنه. انسان کوشش کنه یگان کسا ظلم ستم نکنه. تا حتی در اسلام کتاب الاحسان کل شیء خدوان دستور داده به مسلمان که بر تمام چیز خوبی کنن، احسان کنن، تا حتی حیوانات، تا حتی درخت‌ها را. مقصد که احسان تا جای جو برسد تا اویله داری بسیار بلنده. بنابراین همین اگر رفته و مثلا چه خیلی که میبینیم انسان چی در مسافرت باشه نباشه، اگر رفته و به شکل در غریبی باشه حق زن پایمال بکنه به جا نیارد. بسیار ما میبینیم که در غریبی شرایط دارن که روان وطنشون نزد زن فرزندشون اما نمیروند ظلم میکنن. یا اینکه بهتر حتی با وطن خودشون، من نمیگم فقط تاجیکستان، حتی با وطن خودش چون فارسی زبان هم جا هستن با وطن خود رفتن نتونن میتونن در کشور سیوم بخورن. به هر اگر رفته و مثلا که در حق زن ظلم صورت گرفت اینجا اصلا که انسان کوشش کنه اصلاح کنه تا اونجا که قدرت توان داره زندگیشه بریده نکنه، خراب نکنه. تو حد امکانه انسان اویلشه نگهدار کنه، چه از طرف زن چه از طرف مرد. اما وقتی که ظلم که زیاد صورت گرفت، ظلم ستم تا اونجا که رفت که انسان در طاقت نداره شاید دست به گناه بزنه، راستی بسیار دیده می شود. این کمبودی از طرف برادرها که میرن 5-6 سال در روسیه میرن نمیان، زن میگیرن، زن بدنوارها پهن میشه کنن که کلمی خانواده رو بازداشت کردن و قپیدن. من خودم با گوشی خودم شنیدم که شکایت کردن که شوهرم در روسیه رفته زن گرفته است. من را مثلا سراغ نمیکند، کمک نمیکنه، یادم نمیکنه. قریب میمونه که دست به کارهای بد بزنم. این خیلی واقعا دهشتناکه. چون که و مهاجرایی که اینجا هستن اونا خب راستی و آشکارا اویله‌دار میشن، یعنی که همون طلبات شهوانی خودشون قانع میکنن. بله. اما اون زنهایی که مثلا با عفت هستند و در خانه‌های کلان زندگی میکنند و با خسر و خوشتامن و تربیهش اجازت نمیدهد برای بد رود، برای اونا هم ظلم است. چون که اونا هم نفس دارند. این شهوت نفس نه خدا داده است. ولی یک چیز طبیعی است. باید انسان نگهدار باشد، چون که وقتی شهوت که جمع شد که اومد دیگر انسان نگه نمیکنه که مثلا تو مردی یا که تو زنی یا مردی زنی با شرف هستی یا که از عائله داری، از عائله بسیار با نام ناموس هستی. روس‌ها میگن که وقتی گرمان ها بازی میکنند با او فرق ندارد که تو کی هستی یا که ملا هستی یا که فرزند ملا هستی یا که پروفسور هستی یا که فرا مقام فرق نمیکنه. یعنی که انسان از یک لحظه که طبیعت کارش میکنه بنابراین همین چیزی خطرناک است. یگانه راهش چیه؟ زن گرفتن است یا که شوهر کردن است. الان زنها چیکار یعنی که درستش چی است که یعنی با شرفانه زندگیشون تغییر دهند اگر خواهد. بله این موضوع مسئول کردن خلاصه اگر رفته و دیگر اولا که باید از طرف مرد زن هر دینشو باید کوشش کنند که این مسئله را حل بکنند. چون که هدف مردم شاید مهاجرتش برای اویله است. اویله است برای اصلا برای اویله هستن. این بعضی از مهاجر هستند که نسبت زنها ظلم میکنند، اما همه مهاجر خیلی نیستند. اکثر اونها مهاجرت میکنن که زندگیشون آباد کنن، بچه‌هاشون کلان کنن. از مستیشون نمیرن. بله برای همون زندگی فینانس است، چون که در وطنشون کمی مشکلی هست که فینانس کنن میشن، مجبور میشن که به خاطر همون زن فرزند اویله شو که وطن عزیزه مثلا زن فرزند در میرن به خاطر همون است. اما این معنی نداره که یک نفر دو نفر که 5% که 10% که مهاجری کاری باید کرد همه مهاجر بعد اون که این خیلی نیست. خلاصه این موضوع دور نریم. زن وقتی که ظلم ستم صورت گرفت نسبت زن حق داره که چی کنه پیش جدا کنه. جدایی از پیش خودش نه، فقط قاضیات میرود و شوهرش رو باید آگاه کنه. رفته و ظلم ستم که ادامه داد که وقتی که زن دید که نمیشود اونجا دیگر زن حق داره که
انا جدا شو از مرد اما از پیش خودش نیست. مثلا قاضیان میارن اینجا من مثال میارم باید شوهرش آگاه کنه پیش از قاضیان رفتن. این خیلی وقتی قاضیان این مثلا من مثال دارم نیویورک وقتی که قاضیان هستن اینجا هر کس نمیتونه که جدا بکنه مابین اویلا هر یک ملو هر یک امام نمیتونه یا قاضیان میکنن. قاضیات ها هستن که اینجا قاضیات هاش بسیار انکی با این مثلا تا اونجا که من میدونم چون که اینجا میایم پیش ما با انسان‌هایی که با علم هستن خودتر هستن میشناسیم اینا برای پیش وای ها نزد ما رویش میکنیم نام رو ادرس میدیم اونجا و یا این خیلی است که اول جدا نمیکنن ما بین زن شویی اول تحقیق میکنن که زن راست میگه یا که نمیگه یا که مرد راست میگه نمیگه یعنی که اول تحقیقات میبرن هم با زن صحبت میکنن هم با شوهر اگر اینجا باشن هم زن شوهر هر دینش فریاد میکنن با هر دینش صحبت میکنن اگر که امکان نداشته باشه مثلا با صحبت تلفن میکنن این خیلی مقصد از پیش خودشو داره زود جدا نمیکنن تحقیقات میبرن یک بار دو بار خلاصه گفت صحبت بکنیم واقعا اگر که ظلم شید اصلاح نشیدن اونا اول اصلاح پیشنهاد میکنن نصیحت میکنن خلاصه کلام که اخیر دید که نشید بعد جدایی میدادن بعد زن میتونه که شوهر بکنه از پیش خودش مقصد که نمیتونه جدا کنه و جدا شوهر کنه. بله خب دوستان عزیز خلاصه صحبت ما این شد که اول اینکه اویله ها باید در نابسته از آنی که جسماً دور هستند اما باید در تماس باشند یعنی روحاً و از نگاهی گوییم که معاشرت باید با هم باشند. حاضر وقتی زمانی نو است اینترنت صحبت های تلفنی بعضا چنین احساس فراهم می‌برد که گویا که شما هیچ جا نرفتید یعنی سحر میخیزید با مادرتون صحبت میکنید نصف روزی با برادرتون و با اعضای خانواده مثل که هیچ جا نرفتید و همین گویم که مناسبت و معاشرت باید نزدیک باشد و نفقه فرزندان و همسرتون باید تامین کنید. خب تنها در حالتهای استثناء که اگر کار پیدا نمی کنید و مثلا بیمار هستید در بیمارخانه هستید درست یعنی امکان ندارید باید همون هم به خانواده‌تان گویید که چرا شما کمک کرده نمی توانید برای موقت اینا آگاه کنید. اما اگر توانید باید تا 6 ماه نشده باید به وطن روید به نزد زن و فرزندی خود اگر امکان داشته باشید و اگر گویم که جدایی طولانی هست و همسرها احساس میکنند که دیگر ادامه زندگی گویم که با شوهرشان معنا ندارد پس میتوانند که رسما به قاضیان مراجعت کنند و یعنی علمای دین و مسئله جداشویشان به میان گذارند. یعنی دین اسلام به زنها اجازت نمیدهد که از پیش خود جدا شوند و گویم که مناسبت دیگر رو براه مانند تا اینکه رسما از شوهرشان جدا نشوند. همین حد امکان مثلا که جمع شوند خوبتر بهتر چی در وطن برای من یا که چی اویلوشان زفت اینجا بیارم مثلا البته و بسیاری ها بعضی ها مهاجرا زمینن خالی محمد بسیاری ها میترسند که اگر همسراشون اینجا بیارن اگر اونا از راه زده میشوند. فکر شما چیست؟ فکر ما اگر ما فکر نداریم چون دین چی میگه دین ببین اسلام اصلا یک چی دیگه یک موضوع کلان هست که وقت کلان میگه اما خلاصه اویلا باید یک جا باشه اویلا یک جا باشه اما بله وطنهایی که فسق فسادشون اگر زیاد باشه اصلا دین مبین اسلام معنی میکنه زندگی کردن در کشورهای غیر مسلمانی اما استثناء هست کسانی که مثلا درس میرن دانشگاه میان مثلا مجبورن که بیان اما تمام کنن برگردن وطنشون مثلا که اون جامعه مسلمانیشون یا که مثلا دعوت تبلیغ میان مثلا کشورهای غیر مسلمانی اینجا مثلا یا استثناء هست که میتونن که بیان یا که مجبور میشن مثل امروزه که بسیاری کشورها هستن که مجبور هستن که
هجرت به خاطر نان دیگر نیست. لیکن امریکا اگر درباره امریکا صحبت کنیم این کشور مهاجر است. اینجا کمیونیتی ها یعنی جمعیت های همه نمودی دولت ها هست. شخص میتونه در کمیونیتی خودش زندگی کنه. اینجا بعد از هر طرف آزادی است. خیلی که مثلا جای پوشیدن از امریکا است که آزادی بسیار خوبه. یعنی که انسان هر چی انسان اگر کاری بد کنه آزاد است، کاری نیک آزاد است. خیلی کاری بد که آزاد است، دیسکاتیک ها و چیا کاری بد نماز و روزه و قاعده های دینی هم آزاد است. همچنان آزاد است. تا حتی نماز میخونی، قرآن میخونی، مدرسه چقدر هستن، دعوت تبلیغ میکنی، انا تا حتی مکتبا رو ببینی، مکتبا را در مکتب شرایط برای مسلمانان خیلی که برای غیر مسلمانان تامین است. کسی که بچه و دختر همجا برای مسلمانان تامین است. اگر دختر باشه حجاب تا حتی نقاب ممکنه. جای تورات خونه جلوگونه نماز خونی جمعه میخونیم مکتبا طلبه ها در مکتب نماز جمعه میخونن. پس از خودی شخص وابسته است. از خودی شخص منم وقتی که یک مهاجر از یک کشورهای همزبانی ما گفت که من از دخترم میترسم، من گفتم که از تربیت دخترم در اینجا میترسم. من گفتم که خداوند همه وقت به شخص انتخاب میدهد راه رو. یعنی شما یا اینکه به باغ میروید، از آن باغ با همون میوه های برمیگردید که به شما پسند است و به آن هدف رفتید. اگر مثلا شخص نیتش نیک باشد و که تربیت و فرهنگش خوب باشد، پس او از همون باغ با میوه های شهدبار برمیگردد. شخصی که برای سنگ رفته است که کسی ضرر رساند و رفته از همون باغ سنگ میگیرد و میبرد بیرون. بله. اینجا ماشاءالله یعنی که امکاناتی برای زیستن بسیار است. درست است که بعضی چه صحبت کردیم اینجا پدر مادر یگانه چیز باید مراقب فرزندش باشه. مکتب که برفته مثلا صحبت بکنه، تربیت کنه، معاشرت کنه، نگاه کنه که با کی مثلا فرزندش در مکتب ها با کی دوستی میکنه، رفاقت میکنن. اینها این چیزا هستن. انسان اما بسیار هستن کسانی که در همه جا تولد شدن ماشاءالله ایمان و اخلاق خوب میبینی که در کشورهای مسلمان تولد نشدن اما در همه جا ماشاءالله اخلاق ایمان میبینی. حجابی که حتی نقاب داره یا که چند پاره قرآن میخونه ازیاد میکنن. شاگردای من خیلی هستن که در همین تولد شدن و درست و همچنین امریکایی ها هم خیلی مؤدب هستن. یعنی اونا اینجا بسیاری ها میگن که اینجا مسلمانی را در اینجا میبینی حتی از جانب آنهایی که غیر مسلمان هستند. خب دوستان عزیز، صحبت باقی. و شما تشکر زیاد. عائله های خود را نگاه دارید، با آنها در تماس باشید.